این سرودی خیلی قدیم است ولی صداها نوند، صداها گوناگونند. یعنی این گروه جوانان ما را یادی آن استادان بزرگ صنعت میاندازند که با صدای خوب خود چنین سرودهای ماندگار را اجرا میکردند. درود عزیزان، شام زیبایتان بخیر باشد. برنامه نوبتی خاطره ها است منظورتان. باز هم قرار است که در برنامه سرودهای سنتی تاجیک صدا بدهند، یعنی 6 مقام، و گروه جوانان از کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов هستند و همزمان خورشید ابراهیم زاده هستند، هنرمند شایسته تاجیکستان. خوش آمدید. تشکر. از آن گفتیم که شاگردان شما ما را یاد استادان صنعت میاندازند با صدای خود، با اجرای خود، که آنها یک سرود اجرا کردند برای ما باقی گذاشتند در خاطرهمان، در ذهنمان و همچنین برای این نسل نو. حالا این سروده که دانشجویان ما اجرا کردند نصری بیات است از مقام نوا. بسیار یک سرودی معمول و مشهور هم هست. در گذشته استادان بزرگ در انسامبل دولتی 6 مقام هم در الهیدگی و هم در تنهایی یک کسرایی بسیار خوب و گوارا اجرا کردند. امروز ما کوشش کردیم با همراهی دانشجویان کنسرواتوری ملی تاجیکستان این سرود را برای تماشابینان آینه نیلگون پیشنهاد کرده باشیم. و این سرود از سرخباری مقام نوا بود. بله، این میدونید عموما هر یک مقام ساختار آهنگ خود را دارد، از یک چند سلسله های عبارت است و یکم مقام راست است، دوم مقام نوا است. همین از سرخبار شروع می شود، بعدا ترانه ها است اونجا، بعد تلقین می رود، باز ترانه ها و نثر، با ترانه ها بعد گزارش می شود به اوفر، سپارش اول، سپارش آخر و بخش یکم، قسمت یکم به آخر می رسد و در قسمت دوم باشد، در شعبه دوم باشد، صوت و عمل ها وجود دارد. امروز ما در کنسرواتوری ملی تاجیکستان طبق همون عنعنه‌های مکتب بزرگ استاد شاگرد که در گذشته نیست، استادان و شاگردان چنین سبق می‌آموزاندند، این 6 مقام بزرگ را با همین نازکی‌هایش کوشش کرده ایستادیم و دانشجویان امروز آموزنده باشیم تا خود در آینده اینها پیروی به کار و پیکاری استادان بزرگ و امروزه در جاده انتخاب کرده خود یک سرود و آهنگ‌های نو جالب ایجاد کرده باشند که برای مردم، برای شنونده یک جایگاهی مخصوص پیدا کرده توانند.
و این آمادگی ها مثلا برای برنامه و یا اینکه برای جنبستی سال چگونه بود؟ برنامه تصدیق شده هست. هر یک کافدرا در فاکولتت ها مثلا برنامه های آموزگاران رو تصدیق میکنند برای یک نیم ساله، برای یک سال تحصیل خوانش. مثلا برای سال تحصیلی 2024-25 سلسله مقام نوا وابسته کرده شده است، هم جهتی اجرایشی سرایندگان و هم نوازندگان. در کافدرای مطربان عنعنوی باشد، با همین سلسله مقام نوا با مشکلات وابسته هستند و در آخر ماه می بخشیده به روز 6 مقام این سلسله ها پرره به سهم تماشابینان رسانیده می شود. این سرود اوجهایش نه چندان بلند بودند؟ نمیدانید، اوجهایش هم بلند است. اینجا ما فقط حالا تقسیمات نکرده و از همون پرده گرفتیم که اینجا دانشجویان، اکثریت دانشجویان سال اول که هستند، حالا تجربه نه اونقدر خوب دارند و من فکر میکنم در آینده حتما این سرود مثلا از پرده های خودش اجرا کرده می شود و حتما اوجهای همون بلند، خیلی که ساختاری آهنگش از سرخط و میانخط و دو نصره و نمودی نوایی و اوجی نوایی فروورد عبارت است. در تنهایی این سرود باز دیگر خیلی صدا میدهد، مادامی که انسامبل هست، در انسامبل باز صدایش، باز اجرایشش دیگر خیلی است. باید نگاه داشته شود همون ریتمی آواز. و از استاد نیروی امینوف یک ترانه دیگر داریم. بله، دویم سرود ما با نام ایام عشق است و با متن سعدی در اجرای سمندرов سالیجان، دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام استاد طلب حاجی ستارов. ناگفته نمانم که این دانشجویان اکثریت امسال در آزمون جمهوری تاجیکستان و تل عزیز من اشتراک کردند و یک چند نفر جایهای نمایان را اشغال کردند، یک چند نفر در دوری جمهوری جای هم نگرفتند. این یگان جای دلشکستگی نیست، ولی علاقه تجربه گرفتند و سالهای من بعد من فکر میکنم باز هنر خود را صیقل میدهند و باز در این آزمون بسیار با نفوذ شرکت ورزیده هنر و استعداد خود را نزد هیئت حکمان پیشنهاد میکنند. خب تشکر. فرصت شنیدن یک ترانه است، مرحمت. عارفان
نسوزد بر نآید بویود پخته داند که سخن ها خام نیست هر کسی را نامی معشوقگی است هر کسی را نامی معشوقگی است میبرند معشوقی ما را نام نیست میبرند معشوقی ما را نام نیست خوشتر از ایام عشق ایام نیست. این سرود رو اگر از اونجا بگوییم که مثلا نه تنها در حدود جمهوری بلکه بیرون از اون نیز مشهور است، از اونه که این متنی بلند با آهن بسیار موافقت کرده و به گوش شنونده خیلی خوب رسیده است. بله، استاد نیرو امینوف بسیار داننده خوبی شش مقام بودند. در پرده های گوناگون بسیار و مثل این سرود یک چند سرود و آهنگ های دیگر نیز ایجاد کردند که امروزها از جانب بسیار هنرمندان معروف اگر خطا نکنم در گذشته نیز از جانب شادروان برنای ساخت این سرود اجرا کرده شده بود و دیگر استادان بسیار با یک سبک و اسلوب خاصه خود هر یک کس اجرا کرده است و امروز سالی جان سمندروف نیست در این برنامه این سرود رو ما آماده کردیم و منظور تماشابینان گردانده ایستادیم و گفته نمانم که این دانشجوی ما از ناحیه جبار رسولوف هستند و سال اول است که در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب حاج ستاروف تحصیل کرده ایستادند. دیگر شاگردان ما نیز بسیار یک کوشش و غیرت زیاد دارند، میخواهند در آینده پیرو و ادامه دهنده این موسیقی نیاگان باشند و ما نیز در نوبت خود تلاش می‌ورزیم که به اینها تا از دست می‌آید کمک کنیم و در آینده در کسب انتخاب کرده خود استوارانه قدم مانند و هنر و استعداد خود را هم در داخل تاجیکستان و هم بیرون از کشور عزیزمان خوب و گوارا معرفی کرده توانند. ببینید بزرگی شش مقام را که مثلا یک جوانی که نوکک در کرسی یکم تحصیل میکند میتواند که علاقه درک معنی داشته باشد، به او درک معنی رو میآموزاند. از این مصرع‌های بلند که اجرا میکند حتما تاثیرش به خود او نیز میرسد. بله بله. و از همین مکتب بزرگ که از سالها قبل به ما آمده است تا تأثیر خوب داشته تا به این مرحله رسیده است. من یاد دارم شادروان استاد زنده‌یاد با محمد نیازوف هر یک سرودی که یاد میدادند متنش رو غزلش رو اول تحلیل میکردند و شاگردان میفهموندند و شاگردان رو چی گویم شوقمند و هوسمند میکردند که خود شاگرد رفته جستجو میکرد، کتاب‌ها رو ورق میزد توسط فرهنگ و بسیار نمون کتاب‌هایی که مثلا شاعران کلاسیک از این غزل‌ها استفاده کرده شده است در سرودهای شش مقام. بسیار مدامی که هر یک شخص خودش غزل را خوب درک میکند، خوب تحلیل کرده میتواند و توسط آهنگ البته گوارا صدا میدهد، هر یک حرف هر یک هجا به طوری باید و شاید رعایت کرده می شود و فکر می کنم تماشابین نیست یک غذای معنوی خوبی گرفته می تواند. در آغاز برنامه اجرا کردیم از سرخبار نوا، مقام نوا و حالا ترانه اول از اون رو داریم. بله، ما نصر بیات رو اجرا کردیم از مقام نوا و حالا ترانه یکمی همین نصر بیات رو باز هم منظور تماشابینان میگردانیم و گفتنی هستم که در کنسرواتوری ملی تاجیکستان ما با همین دانشجویان درس انسامبل میگذاریم، یعنی که هفته
مثلا 2-3 مرتبه درس انسامبل میگذاریم که در درس انسامبل همین سلسله های 6 مقام از جانب استادان و آموزگاران و شاگردان آموزنده می شود. خب از جانب باز هم کلی شاگردان اجرا می شود در یک جایگی؟ بله، ترانه نصری بیات، ترانه یکمی نصری بیات شعرش خلقی است. در همین انسامبل شاگردانتون مثلا از همین سلسله چند تا رو الکی اجرا کردید؟ مثلا ما از سرخبار شروع کردیم تا به امروز، از سرخبار تا نصری بیات میدونید 3 اثر مکمل است با ترانه هایش. این می شود قریب 10 اثر می شود. تا نصری بیات با ترانه یکمش الکی دانشجویان از خود کردند و در نیم ساله دوم باقی مانده سلسله گذرانده می شود. این شامی زیبا بهره بردیم از سرودهای ماندگار، از سرودهای خاطرمان از موسیقی سنتی تاجیک 6 مقام و فرجام برنامه است. عزیزان یادآور میشیم بار دیگر که همصحبت ما بودند خورشید ابراهیم زاده، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، همراه شاگردانشان که همزمان استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستند و به فرجام برنامه رسیدیم. شاد باشید و شاد بمانید.